بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما مردم عزیز و بزرگوار و شریف شهرستان ایوان که امروز در اینجا جمع شدید تا با هم سالروز ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی کشوری را جشن بگیریم که شمشیر تفرقه و اختلاف افکنیش نه تنها بر پیکر ملت ایران بلکه بر پیکر بسیاری از ملت‌های دنیا زخم‌های عمیقی ایجاد کرده است. اگر شما قرن 19 را تا امروز بررسی بکنید، رد پای دخالت‌های کشور امریکا در تمام جابجایی دولت‌ها و انتخابات‌ها و جنایات جنگی به وضوح پیداست. این نه صحبت بنده بلکه داده‌های اصیل و واقعی تاریخ است. در نیمه دوم قرن 19 امریکایی‌ها در امریکای لاتین و جنوب غرب اقیانوس آرام دخالت‌های جنایتباری را انجام دادند. حتی دولت‌های همسایگان خود را از قبیل هاوایی و هایتی و مکزیک و نیکاراگو و هندوراس و بسیاری از کشورهای دیگر را در راستای منافع خود تغییر دادند. در 1845 با ایده‌ای به نام سرنوشت آشکار و با الهام گرفتن از تحریفات مذهبی به توسعه طلبی پرداختند تا امروز. اوسالیوان روزنامه‌نگار معروف امریکایی با طرح سرنوشت آشکار اعلام کرد: ما ملت برگزیده هستیم و هر قومی که در برابر ما قرار بگیرد یا باید حذف بشود و یا به حاشیه برود. به همین خاطر در طول یک قرن بیش از 100 میلیون بومی آمریکایی را قتل عام کردند. از آغاز شکل‌گیری امریکا تا کنون بیش از 200 میلیون انسان بیگناه به قربانگاه مطامع و زیاده‌خواهی‌های دولتمردان امریکایی رفته است. آنها حوزه مداخلات خود را از حوزه کارائیب و حوزه آمریکای مرکزی گسترش دادند. در 1953 دولت ملی و مردمی مصدق در ایران را سرنگون کردند. همچنان که در 1961 پاتریس لومومبا رهبر کنگو، نخست وزیر کنگو را از کار برکنار کردند. همچنان که در سال 1963 در ویتنام جنوبی با ایجاد یک خلأ سیاسی باعث شدن هم 58,000 امریکایی به قتل برسد از نظامیان امریکایی و بیش از 3 میلیون ویتنامی قتل عام شدند. در حمله مشترکی که امریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها در 13 تا 15 فوریه 1945 داشتند، شهر درستن آلمان را با 527 جنگنده توسط امریکایی‌ها و 788 جنگنده بریتانیایی بمباران کردند. 39 کیلومتر از مرکز این شهر را نابود کردند. در 2 روز بیش از 250,000 از اهالی درستن را به قتل رساندند. در سال 2001 به افغانستان حمله کردند. بیش از 35,000 نظامی و غیر نظامی تا سال 2010 کشته شدند. در 2003 به عراق حمله کردند. تا 2010 بیش از 1 میلیون عراقی را به قتل رساندند و 5 میلیون عراقی دیگر را آواره کردند. بعد از جنگ جهانی دوم در قالب نظریه دومینو معتقد بودند
اگر یک کشور در منطقه کمونیست بشود، سایر کشورها هم به ترتیب کمونیست خواهند شد. بنابراین از سال 1946 تا سال 2000 بیش از 81 مورد دخالت در انتخابات کشورهای مختلف داشتند. در جنگ سرد بیش از 64 مورد کودتا کردند و دولتها را جابجا کردند. در قالب مبارزه با تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی، بعد از آن که افغانستان و عراق را مورد حمله قرار دادند، در 23 خرداد 1404 در جنگی 12 روزه، در جنگی فوق مدرن، در جنگی ترکیبی، ملت ایران را مورد حمله قرار دادند. در پنتاگون تصمیم گرفتند، در یونان تمرین کردند و به همراهی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی و به ملت ایران حمله نمودند. به بهانه داشتن سلاح هسته‌ای در ایران، بهانه واهی که سالهاست از آن استفاده می کنند برای آن که ملت‌ها را زمینگیر بکنند. دانش آموزان عزیز، حتما تاریخ این سرزمین را مطالعه بکنید، تاریخ دنیا را مطالعه بکنید. اجازه ندهید داده های غلط به باور شما تزریق بشود. بحث امریکایی ها با کشورهای مختلف بحث دموکراسی نیست، بحث توسعه طلبی است. آنها معتقد هستند در همه سیاست ها باید اول امریکا مطرح باشد و اصلا کلید واژه سیاست های ترامپ اول آمریکاست و هر ملتی که در برابرشان بایستد یا حذفش میکنند یا را استحاله میکنند. و امروز دعوای آنها با ما بر سر این است که ملت ایران به دانش و به اقتصاد ملی خودش میخواهد وابسته باشد، نه به دیگرانی که شمشیر بر گردن ملت ایران نهادند و انواع تحریم های سخت و نرم را علیه ملت ایران در واقع تصویب نمودند. بنابراین در جنگ 12 روزه که متاسفانه روایت درستی از آن به مردم ما ارائه نشده است، تمام داشته های ناتو به میدان آمد و خط اول فرماندهی آفندی ما را به شهادت رساندند برای آنکه ملت ایران را زمینگیر بکنند، اما نتوانستند و ما برخاستیم و دشمن را با دانش نظامی بومی به جایی رساندیم که امروز اسرائیلی ها به محض اینکه شاهد جابجایی و تحرکات تجهیزات نظامی ما هستند پیام میدهند که ما نمیخواهیم به شما حمله بکنیم و ترسی که به واسطه دانش بومی در وجود آنها رفته است امروز آنها را به شدت زمینگیر نموده است. بنده خوشحال هستم که در حوزه نظامی و با دانش بومی دشمن را زمینگیر کردیم، اما متاسفانه در طول تاریخ علیرغم اینکه هیچ کس زور ما را نداشته است، متاسفانه در داخل برخی از ناکارآمدی ها و برخی از بی‌مسئولیت های برخی از مسئولین باعث شده است که نفس کشور گرفته بشود و اگر ما خودمان از پس خودمان برنیاییم هیچ دشمنی نمیتواند ما را زمینگیر بکند. و امیدوار هستم که همه مسئولین چه در حوزه اجرا، چه تقنین، چه قضا قدر مردمی را بدانند که تمام سناریوهای دشمن را در جنگ 12 روزه نقشه برآب کردند و دشمن شاهد شگفتانه هایی بود از ملت ایران که تمام مدیریت های استراتژیک و داده های هوشمند آنها را با مشکل مواجه کرد. امیدوار هستیم که همه ما در کنار هم از سرزمین بزرگی که حاصل خون شاهدان شهیدی است که بر خاک افتادند تا وجبی از خاک این مملکت به دشمن داده نشود، همه ما قدردان این خونهای به ناحق ریخته باشیم
و پاسدار خون شاهدان شهید باشیم تا مصداق این بیت شعر شاعر نشویم که ای آب ندیده و آبی شده ها، ای جبهه و جنگ ندیده و انقلابی شده ها. ما مدیون حمله جانبازانیم ای بر سر سفره آفتابی شده ها. امیدوار هستیم فارغ از دیدگاه و سلایق سیاسی همه ما در کنار ایران بزرگ و تحت فرامین و منویات رهبر خردمند جامعه جهانی اسلام بتوانیم از ایران به عنوان مهد دلاوری حفاظت بکنیم و تمام اختلافات سیاسی خود را یا به کنار بگذاریم و یا به تأخیر بیندازیم که امروز ایران بزرگ بیش از هر زمان دیگری نیازمند درایت و وحدت و تدبیر ماست. به امید روزی که پرچم با عظمت جمهوری اسلامی نماد دلاوری و هویت ملت ایران بر ستیغ افتخارات جهانی به اهتزاز در بیاید. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. با تکه های پیکرمان، با گیسوان دخترمان میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده ایم مثل امید، این چند روزه را بروید بر کشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده و یک بار صلح میطلبید. ابلیس زادگان پلید ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان به یقین پس مایلید قمار کنید. مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است. این جنگ تن به تن است. آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موشهای شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست. ما در مسیر آمدنیم، جرثومگان ظلم و ستم. وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید.